وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. اگر یادتان باشد در برنامه گذشته پیرامون قصیده برده صحبت کردیم و موضوعاتی در موردش مطرح نمودیم و دو بیت از ابیات این شعر را و این قصیده را به خدمت شما عزیزان توضیح دادم که مخالفت صریح با آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. بعضی ابیات و برخی ابیات دیگری هم دارد که ان شاء الله برخی از آنها را به خدمت شما عزیزان عرض می کنم و آنها را در ترازوی قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می گذاریم تا ببینیم که از چه جایگاهی می تواند این اشعار و این ابیات برخوردار باشد. بدون شک آنچه که ما از این ابیات بیان می کنیم اینها مشت نمونه خروار هست. به این معنا نیست که کل اشعاری که مشکل داره را ما در اینجا بیان بکنیم، بعضی از آنها را بیان می کنیم، چون این قصیده اکثرش و اغلبش متاسفانه بر اساس دروغ، بر اساس بدعت و شرک و خرافه و بر اساس غیر واقعیت متاسفانه مرکب شده و به وجود آمده که برخی از آنها را به خدمت شما عزیزان عرض می کنیم. در این برنامه هم و در این قسمت از برنامه هم ان شاء الله برخی دیگر از اون اشعار را بیان خواهیم کرد و بعضی از آن قصائد را بیان خواهیم کرد تا عزیزان و بینندگان گرامی به حقیقت و واقعیت این قصیده پی ببرند. نویسنده این قصیده در یکی از ابیات خود میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم را مخاطب قرار میدهد یا غیر مستقیم به پیامبر علیه السلام چی میگه؟ میگه ما صامنی الدهر ضیما و استجرت به الا و نلت جوارا منه لم یضم. میگه که هرگاه من به مریضی گرفتار شدم، هرگاه من به مشکل مبتلا شدم، به درد و مرض مبتلا شدم، پناه بردم به پیامبر و پیامبر مرا پناه داد، نعوذ بالله. و به او وقتی پناه بردم و استجرت بهی، به پیامبر وقتی که من پناه بردم و از او خواستم، چیکار شده؟ الا و نلت جوارا منه لم یضم. او مرا رد نکرده و مرا قبول کرده و من شفا یافتم. هرگاهی به درد و مرض مبتلا شدم به پیامبر صلی الله علیه و سلم، نعوذ بالله، میگه به پیامبر صلی الله علیه و سلم من پناه بردم و او مرا شفا داد، یا اینکه شفا یافتم. اما اگر ما در قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم، خلاف این قول و خلاف این حرف این شخص را میبینیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف آیت 188 میفرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ای پیامبر برای مردم بگو که من توان و مالکیت این را ندارم که نفع و ضرر برای خودم برسانم، چی برسد به این که رسول الله علیه السلام به دیگران نفع و ضرر برساند. اما این نفر میگه که من هرگاهی که به پیامبر علیه السلام پناه بردم شفا یافتم و از مریضیم خلاص شدم. و همچنین
مادامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض میشوند، به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگویند که آیات را بر من بخوان و دم بکن. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بر پیامبر صلی الله علیه و سلم آیات قرآن کریم را میخواند. اگر پیامبر علیه السلام میتونستند که این نفر را شفا بدن، چنانچه این ادعا میکنه، پیامبر علیه السلام اول از همه خودشان را شفا میدادند. اول از همه شفا میدادند خودشان را. اما حقیقت این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه خودشان میفرمایند من بنده الله هستم، بگویید فقولوا عبد الله و رسوله، بگید که من بنده الله هستم و پیامبر خدا هستم و پیامبر الله هستم، فرستاده شده الله هستم. چیز بیشتری از این در مورد پیامبر علیه السلام برای من و شما درست نیست که در مورد پیامبرمان صلی الله علیه و سلم بگوییم. و شبیه این معنا در جای دیگر آمده. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه انعام آیت 17 میفرماید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر ای پیامبر برای تو مشکلی برسد، برای تو ضرری برسد، برای تو کدام مشکلی به وجود بیایه، فلا کاشف له الا هو، هیچ برطرف کننده جز الله متعال نیست. هیچ کس نمیتواند که این مشکل را از تو برطرف کند و این مشکل را از تو دور کند. سوره مبارکه انعام آیت 17 و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شعراء آیت 80 در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید، در مورد ابراهیم خلیل علیه السلام، که ابراهیم خلیل این گونه میفرماید، میگوید که و اذا مرضت فهو یشفین، هرگاه من مریض شوم فهو یشفین، فقط اوست که مرا شفا میدهد، فقط اوست که مرا شفا میدهد. و این توحید همان توحید قرآنی است، توحید اسلامی است و توحیدی است که الله متعال سبحانه و تعالی آن را از بندگان خود میخواهد و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تبلیغ آن و برای اعلان آن فرستاده شدند. و پیامبر علیه السلام ما را دستور میدهند به این که فقط از الله بخواهیم و کسی دیگری را با الله متعال سبحانه و تعالی شریک نگردانیم. چنانچه در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا سألت فاسأل الله، برای یکی از اصحاب خود میفرمایند اذا سألت فاسأل الله، هرگاهی که طلبی داشتی، هرگاهی که میخواستی که چیزی را بخواهی، فاسأل الله، از الله سبحانه و تعالی بخواه. چون الله متعال سبحانه و تعالی دست رد به سینه انسان نمیزند، چون الله سبحانه و تعالی انسان را رد نمی کند. و از همه مهمترین که الله متعال قادر است، الله توانا هست، اما بندگان الله توانا نیستند. بندگان الله سبحانه و تعالی توانایی برطرف کنندگی مشکل را ندارند، اما الله سبحانه و تعالی او توانمند است، قادر است، قدیر است و می تواند که مشکلات را از انسان رفع بکند. به همین واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر خواستی اذا سألت فاسأل الله، هرگاهی که تو طلب خواستی و چیزی را می‌خواستی، فاسأل الله، از الله متعال بخواه. به پیامبر پناه نبر، نگو که واستجرت به، من به پیامبر پناه بردم بعد چیکار شده، الا و نلت جوارا منه لم یضم، و او هرگاهی که پناه بردم من از مریضی شفا یافتم و از مریضی خلاص شدم، از مریضی که مبتلا شده بودم و عاهد عالمن شده بود از آن خلاص شدم. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند و اذا استعنت فاستعن بالله، هرگاه کمک میخواستی فقط از الله کمک بخواه. اما این نفر به پیامبر علیه السلام پناه میبره و این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا میشود گفت تفسیر آیه مبارکه است که ما همیشه در هر نماز آن را تکرار میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص یا الله ما تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میخواهیم. مدد خواستن و پناه جستن فقط به الله سبحانه و تعالی است. در مسائلی که انسان میداند که جز الله متعال سبحانه و تعالی کسی دیگر قادر
توانمند نیست، یا بگین ما فوق الاسباب هست. درست نیست که یک انسان مراجعه کند به پیامبر صلی الله علیه و سلم، مراجعه بکند به یک انسان دیگر غیر از رسول الله علیه السلام. ما رسول الله علیه السلام را تأکید میکنین به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگوارند و کسی دیگر بعد از الله متعال از پیامبر بزرگتر نیست. به این جهت ما همیشه رسول الله علیه السلام را میگیم تا اینکه عزیزان متوجه بشن که وقتی پیامبر علیه السلام نتوانند، دیگران خوب به طور اولا نمیتوانند این کار را انجام بدن. امام بعد از پیامبر، ولی بعد از پیامبر، یک کسی دیگری بعد از رسول الله علیه السلام میتواند این کار را بکند؟ یک قبر میتواند این کار را بکند؟ یک سنگ و چوب و درخت میتواند این کار را بکند؟ یک پرچم و تکه میتواند این کار را بکند؟ نعوذ بالله، ابدا نمیتواند این کار را بکند. به همین واسطه رسول الله علیه السلام برای ما توحید را یاد میدن. میگن و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاهی که میخواستی کمک بخواهی و نیاز به کمک داشتی، نیاز به همکاری و همیاری داشتی، الله متعال را به همکاری و همیاری بطلب و او برای تو کمک خواهد کرد و او دست تو را خواهد گرفت. اما غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگر نمیتواند دست انسان را در مسائلی که ما فوق الاسباب هست بگیرد. شاید در مسائل دنیوی، در آنچه که در میان بندگان هست، در مسائلی که ما تحت الاسباب باشه، یعنی مسائلی که بندگان هم بتوانند آنها را برطرف کنند. مثلا شما قرض دارید، میروید نزد یک کسی که پول داره در نزد خود و به هر حال کدام چیزی داره، شما از او طلب میکنید و این طلب زشتی نیست، طلب بدی نیست، چون در توان او هست که برای شما بده. اما مادامی که یک شخص مریض است و الله میگه فقط من شفا میدهم، تو بروی به نزد او، چی زنده باشه چی مرده باشه، بگی مرا شفا بدی، این واقعا شرک است. این عمل شرکیه. به همین واسطه رسول الله علیه السلام توجه ما را و توکل ما را و اعتماد ما را و تکیه ما را به الله متعال سبحانه و تعالی میزنند. میگه و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاهی که خواستی کمک بخواهی، فقط از الله متعال بخواه، فقط از الله متعال بخواه که آن قادر است، آن توانمند است و او گفته من قبول میکنم و او گفته که من میتوانم برطرف بکنم، اما انسان ها نمیتوانند. اما این صاحب شعر میگوید ما صامنی الدهر ضیما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم یضم. میگه هرگاهی که من به مریضی مبتلا شدم، به پیامبر پناه بردم و این پناه بردن به پیامبر مرا از مریضی و از آنچه که عائد آل من شده بود نجاتم داد. و این حقیقتا گفتیم دور از آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. در جای دیگر از این شعر این فرد می آید می گوید که فإن لی ذمة منه بتسمیتی محمدا و هو اوفى الخلق بالذمم. میگه که چون اسم من هم مثل اسم محمد، اسم پیامبر محمد است، بناهن برای من ذمه هست. فإن لی ذمة منه بتسمیتی. از جانب پیامبر من به ذمه پیامبر هستم و پیامبر صلی الله، در واقع من به ذمه پیامبر صلی الله علیه و سلمم به خاطر اینکه به تسمیتی محمدا، چون اسم منم محمده، اسم من هم محمده و پیامبر علیه السلام وفادارترین مخلوقاته. پس بناهن مادامی که اسم من محمده، من نجات یافتم. ما نمیدانیم حقیقتا این فرد که این حرف را زده، این عهد و پیمان را از چه کسی دریافت کرده، از کجا دریافت کرده. چون اسم من محمده، من دیگه باید از آتش جهنم نجات بیابم. درسته در باب اسما و صفات، در باب اسمایی که انسانها برای خودشان میگذارند، خوب است که انسان اسم اسلامی داشته باشه، اسمی داشته باشه که حقیقتا مخالف قرآن نباشه، مخالف سنت پیامبر نباشه، مخالف معانی و الفاظ خوبی داشته باشه. اگر از اسمای الله متعال باشه که خیلی خوب، اسمای پیامبر باشه خیلی خوب.
و در مورد اسما فقه اسما اصلا وجود داره در فقه اسلامی. فقه اسما که ما چگونه اسم بگذاریم، چگونه اسم نگذاریم، با چی اسمای خودمان را مسما بکنیم، چی اسم خوبتره، چی اسم خوب نیست، چی اسم خوب است، اینها حقیقتا مسائلی که در این گفته شده. اما شما در هیچ روایتی نمیتوانین پیدا بکنین که در هیچ جای از قرآن کریم نمیتوانین پیدا بکنین که چون اسم شما اسم محمده شما باید از آتش جهنم نجات بیابید. این رو چی کسی گفته؟ از کجا این عهد و پیمان را این حقیقتا این نفر گرفته که میگه چون اسم من اسم محمده، من در ذمه محمدم، در ذمه رسول الله هستم و پیامبر علیه السلام چون اسمشان محمده اسم منم محمده، پس لابد من نتیجه میگیرم که باید نجات بیابم، باید من نجات یافته باشم. در حالی که این حرف خطرناکه. ما خیلی ها در جامعه داریم، در جامعه اسلامی داریم که انسانهای فاجر و فاسقی در طول تاریخ بودن که اسمشان محمد بوده. حالا هم میشناسیم افرادی که به هر حال خیلی افرادی هستند که اسمشان محمده ولی بدترین انسانها هستند از نظر اخلاقی و از نظر دینی. پس اینها میرن به بهشت؟ این عهد و پیمان را این نفر از کجا آورده؟ این دروغ را از کدام کیسه خود و از کدام جیب خود کشیده بیرون؟ به خورد مردم میدهند، دروغ به خورد مردم میدهند. اجازه بدین که یک میان برنامه را ببینیم، بعد از میان برنامه این بحث را انشاءالله ادامه خواهیم داد. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. برای بینندگان عزیز در مورد یکی دیگر از ابیات قصیدگی برده صحبت می کردیم. گفتیم که این نفر میگه فإن لی ذمة منه بتسمیتی محمدا و هو اوفى الخلق بالذمم. میگه که چون اسم من محمده به تسمیه پیامبر هست، پس بناهن و هو اوفى الخلق بالذمم، پیامبر بهترین و وفادارترین شخص به ذمه هست. مادامی که من حقیقتا اسم من محمده، او مرا ذمه میکنه، او مرا نجات میده از آتش جهنم، چون اسم من محمده. ما گفتیم که انسانهای فاجر و فاسق فراوانی در طول تاریخ بودن و هستن که اسمشان محمده و حالا هم هستن افرادی، حتی افراد خونخوار، افراد کمونیست، افراد زندیق و ملحد که پدر و مادرشان اسمشان را محمد گذاشتن و الان شده یک کمونیست، یک کافر، یک ملحد، یک ضد اسلام شده. آیا این هم به ذمه پیامبر؟ نعوذ بالله. این چی حرفیه؟ چی حرف بی منطقیه؟ اگر مطلق اسم محمد صلی الله علیه و سلم انسان را از آتش جهنم نجات میداد، باید خویشاوندی پیامبر نزدیکتر بود. خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان را از آتش جهنم نجات میداد، در حالی که کاکای پیامبر ابولهب الله متعال او را به آتش جهنم حقیقتا وعید داده و واضح و آشکار سوره مبارکه مسد الله متعال سبحانه و تعالی ابی لهب را نفرین میکنه و او را وعید به جهنم میده، در حالی که کاکای پیامبره صلی الله علیه و سلم. و از جهت دیگری ببینید شما رسول الله علیه السلام به دختر خود، به جیگرگوشه خود فاطمه علیه السلام چی میفرمایند؟ میفرمایند سلینی ما شئتی من مالی، بخوا از من هر چی از مالم میخوایی بخوا. این حدیث در بخاری آمده. برای فاطمه گفتن ای فاطمه، ای دخترم، بخوا آنچی که از دنیا میخوایی از من بخوا. لا اغنی عنک من الله شیئا،
من نمیتوانم از تو عذاب خدا را دفع بکنم، نمیتوانم در برابر تو، در برابر پروردگار برای تو کاری انجام بدم. خودت را نجات بده، خودت را نجات بده. من نمیتوانم برای تو کاری بکنم. این حرف را رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک فرد عادی نمیزنن، به فاطمه میگن. به فاطمه میگن ای دخترم، از مالم هر چی میخوای از من بطلب، اگر چیزی داشته باشم برای تو میدم، اما در امور اخروی خودت دست خودت را بگیر، به خاطر که لا اغنی عنک من الله شیئا، من نمیتوانم در برابر عذاب الهی چیزی را از تو دفع بکنم و چیزی را از تو دور بکنم. این حدیث در صحیح بخاری آمده. پس بناهن عزیزان و بینندگان گرامی، با این حرفها و با این اراجیف نشود که خدای نکرده خودتان کلاه فریب را بر سر خودتان بگذارید. این حرفها خطرناکه. این نفر خودش را فریب میده، شیطان ای را اغوا کرده و شروع کرده به فریب خود و فریب مردم. این چی حرفیه که چون اسم من محمده بناهن من در ذمه محمدم و رسول الله علیه السلام بهترین و وفادارترین شخص به ذمه بودن. بله این را قبول داریم، اما این ذمه را کی برای تو داده؟ برای تو این ذمه را کی داده؟ این عهد را برای تو کی داده؟ به هر حال این یکی دیگر از ابیات خلاف اسلام و خلاف شریعت اسلامی بود که به خدمت شما عرض شد. بیت دیگر میگه لعلی رحمت ربی حین یقسمها تأتی على حسب العصیان فی القسم. معنای کلی و اجمالی که این بیت افاده میکنه اینه که هر کس بیشتر گناه بکنه بر رحمت خداوند بیشتر شامل حال او میشه. این عجیب حرفیه. هرچی گناهکارتر باشی لعل رحمت ربی حین یقسمها، وقتی که رحمت الله سبحانه و تعالی تقسیم میشه، تأتی علی حسب العصیان فی القسم، بر اساس عصیان و سرکشی بیشتر که کرده باشی، گناهی بیشتر که کرده باشی، رحمت الله به همون اندازه به تو میرسه. این چی حرفیه؟ این چی حرفیه؟ هرچی انسان بیشتر گناه کنه رحمت الله به او بیشتر میرسه؟ عجیبه. این فرد که این اشعار را گفته برای فریب خود و برای فریب مردم و شاید هم نمیدانسته، ما برای او عذر میتراشیم، شاید نمیفهمیده. ولی جالب اینجاست که افراد این شعر را میخوانند و این قصاید را میخوانند که خودشان را عالم و فهمیده در دین میگیرند. این چی حرفیه؟ این را جواب بدن برای ما. این چی حرفیه؟ هر کس عصیان و سرکشی و گناه بیشتری بکنه بیشتر مورد رحمت الهی قرار میگیره؟ عجیبه. در حالی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیت 56 میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت الله سبحانه و تعالی به نیکوکاران نزدیکتر است و نزدیک است. ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت الله نزدیک است به نیکوکاران. نمیگه به عصیان، کسایی که اهل عصیان و سرکشی هستند. این نفر میگه هر کس که گناه بیشتر بکنه رحمت الله به او بیشتر میرسه. اما الله میگه نه، ان رحمت الله قریب من المحسنین. و عقلا هم این رو درک میکنه. این خب آیات قرآن هست. یعنی انسان هر چی گناه بیشتر بکنه رحمت الله بیشتر به او میایه، بیشتر شامل رحمت الله میشه. یعنی عقلا خودتون این را فکر بکنید. آیه قرآن هم که الله سبحانه و تعالی صریح میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت الله سبحانه و تعالی نزدیک است برای نیکوکاران، نه برای بدکاران، نه برای اهل عصیان، نه برای اهل گناه. هرچی گناه کنی بیشتر برای تو رحمت میرسه. چی حرف مزخرفیه این؟ در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید، باز هم در سوره مبارکه اعراف آیت 156، اون آیت 56 بود، این 156. الله متعال میفرماید و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت الله وسیع است بر همه چیز. فساکتبها للذین یتقون. این رحمت الله سبحانه و تعالی میگه من مقرر خواهم داشت، تعیین خواهم کرد، ثابت خواهم کرد. برای کی؟ للذین یتقون، برای کسانی که تقوا پیشه میکنند. و یؤتون الزکاه،
زکات اموالشان را میدهند. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، و اینها کسانی هستند که به الله و به آیات الله ایمان دارند. الله میگه فساکتبها، من این رحمت را، این رحمت وسیع و فراخ خودم را چیکار میکنم؟ آن را مقرر میکنم برای کسانی که تقوا پیشه کردند، زکات دادند و به آیات الهی ایمان دارند. اما این میگن نه، هر کس که گناه بیشتر بکنه رحمت الله به او بیشتر میرسه. این چی حرفیه؟ یک بار دیگر این شعر را تکرار میکنم، این بیت را تکرار میکنم از این قصیده. میگه لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی علی حسب العصیان فی القسم. و الله متعال میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین، و در جای دیگه میگه و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. این هم جوابی که الله سبحانه و تعالی بر این شخص داده، و حقیقتا این نفر وقتی که این ابیات را نوشته قرآن کریم موجود بوده، ولی متاسفانه یا این که اینها را نمیفهمیده، یا یک انسانی بوده که به هر حال عناد کرده و سرکشی کرده در مقابل آیات قرآن کریم و این حرفها را زده. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، این هم چند بیتی بود از ابیات این نفر که در این قسمت از برنامه به خدمت شما عزیزان مطرح گردید. بعضی ابیات دیگری هم داره که ان شاء الله در برنامه آینده اگر الله متعال خواست آن را تمام خواهیم کرد و نمونه دیگر کوتاه از این ابیات را به خدمت شما اشاره خواهیم کرد و بحث قصیده برده را تمام خواهیم کرد. جزاکم الله خیر. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.